خبری خوش قهرمان شاهدی داماد عبدالرزاق. بله. جوری داماد میشد شاهدش میشد اگر سیبیدیته. ممکن همین خیلی یک نما گفته بودن که ممکن من دعوت کنن من. اوه خبری خوش بود. نزد داماد عبدالرزاق به من ممکن روم. خیلی برنامه است. هم میگیرم هم میفهمم. عذری زیاد قهرمان من جهلم اومد من قهرم اومد ها من میدونید من حاضر همین چی به تیار شده اومدم جنگ به تیار شده اومدم که سلمان خان دعوت کنه دخو من نمیگم چون میدونید سلمان خان گفته بله سلمان خان دعوت کنه البته میرم من نظری من یک نگاه قطعی به شما عاشق شدم عزیزم میبخشید نامتان چی جانم نامتان نمیگفتیم رستم جان نگویید که علا گل دانه 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 یورکم کر کرده اینه بیا بخانه علا ماهی یگانه. سلام دوستان، شرکتی باوریناک شرکتی بخ می باشد. شما میتونید بی‌مالال حجت‌های خود را از گرانیسه گذشته تخت نمایید. کار برای زن‌های تاجیک. اگر شما خونشین هستید و یا اینکه مشکلی در زندگی دارید نمیتوانید که پولی مفت به دست بیارید، به شما توصیه می‌کنم که شرکت اتمی انا همین گونه زن‌ها را کوفته جستجو نموده ایستاده است. شما میتونید بی‌مالال با شرکت اتمی به پول رایگان اعضا شوید. طریق واتساپ آنلاین میتونید صحبت کرده تمام نیازهای این ساحه را از خود نمایید. زن‌های عزیز، من باور دارم که شما در یک مدت کوتاه صاحب پولی کلان میشوید. شرکت اتمی از دیگر شرکت‌ها به کلی فرق میکنه. شما در 6 ماه یک مرتبه بار میخرید و تمام بی‌مالال میتوانید که صاحب مبلغ شوید. رقم‌هایی که در روی اکران میگذارم برای مصلحت و مشورت به شما کمک میکنه. السلام علیکم تماشابینان کانال مهراب پرو. برنامه ستاره ریز پیشکش شما میگردد. اینک برنده امروزه ما این من قهرمان جان یارف میباشم و نگفته نماند در این برنامه من یگان مهمان را دعوت نکردم. من خودم استاده با شمایان گفتگو میکنم، یعنی که دردای بسیار دارم با هم مصلحت میکنیم و صحبت میکنیم. اینک سر کردیم. چی؟ السلام علیکم. مهراب پرو که از کی باز برنده نو گرفته است؟ من نفهمیدم شما کی خودتون؟ من رستم عظیمی 3 سال قبل با شما صحبت کرده بودم. اینجا برنده من یا شما؟ شما کجا میبرید؟ آخر شما برنده بشدید در جای من نشستید و برندگی رو بگردن کنید. شما نونی مرا نیم کردن میخواهید. ای گوش کنید برادر، خب همون پیش از من برآمده شما گم میزدید برنده هم شما بودید می؟ بله من. کجا میکردید شما برادر؟ میبخشید من پدر و مادر پیر دارم، 2 تا فرزند دارم. من از کدوم حساب میخورم که شما جای من رو که ضبط کرده میگیرید؟ اوی جاتون به خودتون نصیب کنه دو رفتید انوای بابام سیام کردید ها بابا رفتید تو دادام سیام کردید ها مخمی جان بوبا ما رفته سیام کردید گلبهار جان ها من چی من فرزنداشو عیاد برآمد می عذری زیاد من نفهمیدم که شما چقدر عصبی و آتشین هستید. خیلی نشده است عذری زیاد قهرمان من جهلم اومد من قهرم اومد ها من میدونید من حاضر همین چی به تیار شده اومدم جنگ به تیار شده اومدم که یا با شما جنگ کنم گفته. عذری زیاد قهرمان جان تماشاگران عزیز، عذری زیاد از شما هم میپرسم که زیرا که من هم کسبان این کس رو به نوار گرفتم، برنامه جالب کردم. متاسفانه عصبی که خردکک بودن این قهرمان جان فراموش کردم شما رو. همین خردکک چشماتم نمیبینم شما، فقط همون کلونا دیده عادت کردی شما، فقط کلونا میبینید تا شما. میبخشیدم خیلی بخشیدم. از این سبب شما باید در جای مهمان شنید، من در جای خودم شنم. این حال جای من فرق میکنه. بله. انا سلام دوستانی عزیز، سلام پادپیچکان همیشه فعال کانال مهراب پرو. دوستانی عزیز، امروز برنامه استوریز مهمان دارد. برنامه ما مهمانشان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرمندی تئاتر استودیوی کاندین کمان قهرمان جان یارف میباشد و برنامه ما خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. از بس که ما در شهر خوجان قرار داریم و این دفعه ما نو شما ما را جستجو کرده اومده جای ما را گرفته مهمانی برنامه شدید، ما بسیار خرسندیم. اوه اولش که به خوجان بستانی خوش آمدید میگیم. مهمان امروز شما مهمان هستید. حال دویمش که خیلی مرا داخل دعوت داخل سیمکو به جیغ نزدید، من خودم وجاخت برام اومدم داخل. عذری زیاد. خیلی کم زنید چی خدمت کنیم شما؟ ما امروز میخوایم که از نوگانی های شما، از زندگی پس پردگی شما، عموما از کار و فعالیت شما بهر تماشابین خود قصه کنیم. چون ما 3 سال قبل با شما برنامه داشته بودیم که در این 3 سال تغییرات روز و روزگار دیگر شد. شاید
тағйиротҳои дигар ҳастанд ки шумо метавонед ки ба мо бесекрет қисса кунед? خیلی تغییرات‌های دیگر چی در این 3 سال خیلی من زندگی رفته کار رفته برای برنامه‌های نو و نو رو سازیم پیشکش مخلصان عزیزمون وجود من در یوتیوب کانالیم مقیم جان عبدالفتاح یک چند سکچ میگوییم این صحنه‌های خرد که حجبی رو ضبط کرده بودیم پیشکش مخلصان پیشکش اما آبونتچرانی همون کانال مقیم جان عبدالفتاح گذارنده بودیم خیلی چیگم کار با تجربه رفته ایستاده است. فقط کار با تجربه رفته ایستاده است. قهرمان جان از آن که خندین کمان دوباره پیوند گردید و گلبهار خان سلیمان سید غوزی و استادانی صنعت برگشتند از آمدن آنها چی احساسات فرا گرفت؟ از آمدن آنها بسیار من خرسند شدم چون که تئاتر استودیوی خندین کمان باز چیگم اولا بورین با پررکی همون گروه تشکیل شود و برنامه نو با نو پیشکش مخلصان کند این با چیگم یک کیفیت نقص میبخشد برای ما عموما شما شاد شده؟ ما شاد شدیم چون که همه در چیگم همه خودش یک جای خودش هست مثلا در همین تئاتر استودیوی خندین کمان همه جای خودش رو دارد من خرسند شدم که باز باها آمدن همکاری کردن باز برای برنامه‌های نو پیشکش مخلصان گرداندیم بسیار شاد گشتم من شنیدم که در نقش‌های امروزه نوی تئاتر خندین کمان قهرمان جان دیگر در نقش فرزند خردک و در نقش آدمانی کلانسال دیگر کار فعالیت میکنه راست؟ بله پیشتر من همین چقدر که یاد کرد کودکی گپ شنو در نقش فقط کودک نقش می‌بازیدم بله خیلی من حاضر بود من رفته با نقش کلانان بازیگر شدم پدر بابیت تقویه همه های بازیگر افتادیم مشکل آسان خیلی چیگم مشکل گویی من میشد آسان هم گویی میشد هر یک کار وی خودش هست من در ابرازی کودکانه نقش خوبتر میبازید یا در ابرازی آدم کلانسال؟ من یگان تشریح چیکارگی نیستم اخی چیکم اینش ناز اجرا کردگی و ویش ناز اجرا کردگی خیلی گفتگی نیستم همش یک خیلی میدونم چون که همون نقش اگر من پسند آید از تحت دل من اجرا کنم این برای من همه نقش من با چی میشه معقول میشه تماشابین ما تا حال شاهد با زودی شاهد نگشتن که شما در نقش آدم کلانسال ابراز رو پیش بردن میتونید نقش رو پیش بردن میتونید یا نه من میخوام که شما در نقش هم کودکانه یک ابراز رو نشان دهید و یک نقش آدم کلانسال رو کنید ببینیم باها دیم که در اصل شما میتونید یا نه باها گذارنده ما باها گذارنده شما البته اعضای جوری بله در نقش آدم کلانسال مرحمت زنک زنک اوی من از کار آمدم دلم گرسنه حالم تو من خوراک نپختیمی کی دارم خوراک پس من همسرتون از اون خونه پریده خسته آمد خونه آمده در نقش کودکی چی میگن گپ شنو خیره عموما اینجیق و بیباک و همین ضرر رسان دادا امروز من یک کار خطاب کردم همین میزنید دیگه اگر گپ زنم ماشین عمه که ابستر خیلی کنم سما هم با ما سنگ دیگر جا پرتم گم داده بالای آینه ماشین همسایه مستر عمه رفتید ماشینشان آینه شکست نزنید داده خیلی جالب از بس که ما زیاد در نقش خردسال شما را دیده بودیم فکر میکنم که خردسال خوبتر میبره خوبتر شما خبر دارید عبدالرزاق زن میگیرد ها وای
تویش به نزدیکی هم میفکرم. البته چند روز پس توی عروسی دومودیش جشن گرفته می شود و در دبی جشن میگیرد. اگر شما دعوتنامه تویش رو فرستاد میروید؟ چرا نه؟ منم ممکن همین چیکار داماد چیش میشد کو جوری داماد میشد شاهدش میشد اگر سی ویدیت ممکن همین خیلی یک نمو گفته استبلان که ممکن من دعوت کنن من اوه خبری خوش بود نزد امو داماد عبدالرزاق به من ممکن روم بکرم از چی همون کاربری کرده واسه همون تیار شده چیزا که مصلحتمو اگر پزت اگر ممکن من همون یعنی عبدالرزاق و جوری داماد همین شاهد داماد شده اشتراک کنم توی بام خبری خوش قهرمان شاهدی داماد عبدالرزاق بله تصور کنید که شما شاهد شدید همه بلوگران همه چهره‌های محبوبی مشهور دنیا در طرفخانه نشستند توی رو تماشا دارند وقتی راوی باز با قهرمان شاهدی انمو داماد سخن تبریکاتی میدهد شما باید از تاجیکستان که در آنجا دعوتی هستید و رفتید با چند جمله عبدالرزاق رو تبریک کنید. خیلی عبدالرزاق چی بگم تبریکات من همین که به همین حیات مستقلانه قدم نهادم بسیار بردباری ها را خواهانم میگم تویت مبارک باشد میگم این تبریکات از نام تمامی تاجیکستان برای تو آوردم میگم خدا کند که سالهای فرزندای نیک و سالم به دنیا آوری عبدالرزاق تو میتونی به پیش توی مبارک باشد. تشکر قهرمان جان شما تصور کنید که در اون توی سخن کردید رقص کردید هنرنمایی کردید ولی از چشم سلمان خان مشهورترین ستاره بالیوود و هندوستان دور نمیمونید میافتید و او دعوت کند که همراه او دیگر از این پس کار کنید و دعوت کند به هندوستان شما میروید؟ چرا نمیروم؟ میروید؟ میروم و سلمان خان دعوت کند دخو من نگم چون میدونید سلمان خان گفتید بله سلمان خان دعوت کنه البته میرم شاهرخ که اون تو کینو باز میکنیم اخی اوه زور کو خانیکمون چی میشود خانیکمون من یک تا همش همونجا کشال کرده همونجا میگیرم تنها نمیرم من خانیکمون نامش کتی رفته خانیکمون اونجا بعد چی میکنن پاپولار میکنن همین دنیا فهمد گفته خانیکمون میبرن شما گفتنید که دنیا خانیکمون رو میشناسد میشناسد با اینم نقش شناسد گفته من خودم اینهای گشته وای میبرم دبی به میخوای عبدالرزاق دبی میخوای بله سلمان خان من دبی دعوت کرده هندوستان هندوستان باشه هندوستان میبرم دبی باشه دبی میبرم کجا که من سلمان خان دعوت کند من همه کسا میریم ما خواتیریم که شما در همون دعوت هندوستان گم نشوید چرا گم میشی چون خوردکک هستید ممکن که اون کس شما سبوی کند و گیرد من سلمان خان دستش براش میگرده اخی شما تلفدار میکنید ما چی میگیم تلفدار محافظتی دور میشیم اخی همه را یک شورده میستر خب رفتن این طرف عبدالرزاق اینجا من اینجا سلمان خان خدا کند که همین روز نصیب شود و شما در عرصه جهانی شناخته شوید. تشکر قهرمان جان و سوال دیگری ما همین است که در زندگی اولویتون از چی کمبودی دارید؟ شکر خدا هیچ کمبودی ندارم. چند سال زندگی دارید با ینگا؟ چند سال شد؟ 13 سال 14 سال نشد با هم زندگی داریم. حاصل زندگیتون چند فرزند؟ حاصل زندگیم 2 فرزند، 2 تا دخترچه خوشراه دارم. کلانم صنف 4 شد. 4 اداکار 5 میشد. خوردکیم 2 اداکار 3 میشد. خیلی چی کنم زندگی رفتار. همسر مهربان دارم. چی کنم جوی کار هر تئاتر استودیو خیلی میکنم. از چیزی کمبودی ندارید؟ هیچ کمبودی ندارم. بس من خیلی رنگ شما در بلاگی رو وقتی همکاری میکنیم خیلی زندگی رفته است. تشکر. اینجا سوال به میان اومد که فرزندتون کلان بوده است. شما مثل دیگر پدر و مادران از دست فرزندتون گیته از راه میگذارید؟ از راه ها؟ اگر که همون پیش خود میگم چی گفته شما؟ یعنی که شما هم مثل دیگر پدر و مادران فرزندتون رو از دستش گرفته از راه میگذارونید؟ من دست فرزند گرفتم؟ نه. فرزندم دست من گرفته میگذارد. اطرافیان چی میگن؟ اطرافیان میگن که
این اوقات احتیاط کن دخترته. شما خسته میشد از این؟ دخترچه قدش درسته. بعضی اون بزرگ میرویم یا یکون جوری بعض دخترچه قدر بزرگ رو میگه چیکار و بعضی کس گمان میکند که من کوی همون دخترچه. شما هم یوش جوان هستید و من فکر نمیکنم که بعد کانسولا ایت دانکوی کانسولا یک چی کانسولا گذاره چی میگید میدونی دستی دادره که سخت که با گم نشود. تشکر قهرمان جان. و شما میگفتید که در زندگی هم وقتی در محیط اولیوی همراه فرزندان همراه همسرتون هستید من همیشه شوخ طبیعت هستید یا اینکه جدی؟ رستم جان راستش رو بگید. راستش رو میگم من هم تو خندان طبیعت باشم یا صاحب من حج باشم که خونه به دیگر زندگی می دیگر بعضی کس که ما میکند که خیلی خنده میداره خونش با خنده میبرد این گپ نیست. همین میرم خونه مانده شده باشم خیلی چی زندگی به چی مشکلی باشد با هم کسی همسر حل میکنیم چی میکنیم چی جدی هستم من خیلی خنده بازی نیست. جنگ میکنیم که جنگ میکنم همین نستری نباشه جنگ میکنم بهترین. و اینجا سوال دیگر به میون میاد که عموما اینجاش رو قچی میگیرید که میفهمید. اینجا سوال به میاد که وقتی ما با گلبهار غفارова صحبت کردیم و گفتیم که حج میگورو از اودای همه نقشو میبرایم چی میشود که شما یک سرود خونید ما راحت کنیم اون کس چنون سرود خوندن که من گوشویم رو جقیدم و خوب توقت کردم. کنی ببینیم که قهرمان هم اون شعر خونده سرود خونده میتونه؟ اکنون چی میگم در گپا گفتیم که همون چیست چمچقه کشد قصاب کشد میگم خیلی من اکنون چی صاحب آوازی که درست نیستم حرکت میکنم که توقت کرده میشود؟ توقتم گرد نمیبرید اینجا میشه خوب میرید گوش کرده. مرحمت میشنویم صدای خوشی قهرمان جان یوروف رو. الا گل دانه 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 یارکم کر کرده اینه بیا بخانه الا ماهی یگانه الا گل دانه 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 یارکم کر کرده اینه بیا بخانه الا ماهی یگانه مهیار میگیرم شهزاده باشد کتاب عشق نش روانه باشد الا گل دانه دانه جفت کفتر بودیم در تاکی ایوان شب در خانه و روز در بیابان الا گل دانه دانه جفت کفتر بودیم در تاکی ایوان شب در خانه و روز در بیابان الا گل دانه دانه الا گل دانه 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 یارکم کر کرده اینه بیا بخانه الا ماهی یگانه الا گل دانه دانه الا ماهی یگانه کفایه چه بودید؟ روحت کردیم باور کنید. وقتی شوخی شما گفتید که من طاقت کردم میتونم گفتید من گفتم فکر وقتی قهرمان جان شما پیشه علمی حج میگوری رو انتخاب کردید تا زمانی انمون انتخاب کردن در سر شما چی فکر رو میومد؟ چرا دیگر کسب بکنی و محض حج میگوری؟ من سمجان چی گم من این کسب رو گوشه و گمانم نبود که همین کسب رو وارد میکردم. در فکر شما چی بود؟ من در فکر من دکتر میشم جراح میشم خیلی گفته میگشتم خیلی مکتب رو برآمد میکردم رایانه با طرفی مکتب اندلیو رفته صحنه بازی میکردیم سرود میخوندیم و همون جهت باشد چی باشد که یک بار برای همین سند چکند وارد کرد من و یک بینیم که همین ساحه سند گشتیم و دکتری هم یک طرف ماند و انجینیری هم یک طرف ماند همین کسب طرف است. شکر خدا من این کسبم چیزی ناراضی نیستم خرسند هستم طول 20 سال اینجا کار فعالیت دارم خیلی چیزم همه میشناسه از من حرمت میکنن احترام میکنن در تویات دعوت میکنن همکاری میکنن که بیاید همکاری کنیم گفتن. قهرمان جان خاندین کمان به مقیم جان به گلبهار به سلیمان و به شما معنی ندارد. عموما شما دوست می‌دارید که در خاندین کمان همین نفران هستند و از میان آنها بیشتر کدامش رو احترام میکنید بسیار سخنش رو گوش میکنید؟ اگر حاضر گفتید که مقیم جان گفتید گلبهار گفتید سلیمان نه همین هستی کدامش نباشه من خودم میشه
نه همش باشم من خرسند میشم. در همین ساستر، در همین گروه همش هر سش باشم من خرسند میشم. اکنون چقدر که از گفتید گپی کیاش رو گوش میکنیم چی؟ بله کدومشون مقصدی گپشون جان دارد و همگی او رو گوش میکنن. از جهتی مثال راهبر کویم اگر استاد ما ممکن فتح میباشه، همه آن صحنه‌ای که ما چگونه مرد هستن؟ مردی سختگیر هستن، دغل هستن یا خوب؟ نه سختگیر هستن، نه چیگم در خاکسار هستن. همین خیلی بعضیش میشود مثال اگر همین نقش گفتگیشون را دید خودشون اگر ما پیشکش نکردنیم چی میکنن؟ بر فایده کار گام میزنن که باید اینکت کنید یا این خیمانید که مردم پسند آید. قهرمان جان تصور کنید که شما در خانه پا بالای پا خوابید و ناگاه مقیم جان شما زنگ میزنن که ما رو در صحنه تمام طالب بوده ها انتظارم و شما باید در اونجا نقشی عاشق بچه‌ای که با گلبهار اظهار محبت میکند ببازید و شما به تیاری حتی دست روی نشسته دوون و خیزان میروید. همون نقش ریالی رو با شما باور میکنن در نزد همون هزارها هزار آدم. شما میتونید که در چشم تماشاگران همین نقش رو نشان دهید. بله الکی گفتن که تو در نقش فلان بله بچه عاشق گفتن چی گفتن اومده گلبهار رو چی کن اظهار محبت کن. الکی ما فهمیدم که گوی ما بله وظیفه ما فهمیدم که باید من چیکار کنم. شما الکی تیارید؟ الکی دویده میرم. پس نشون دهید گلبهار در صحنه نشسته است و شما همون دامادی عاشق. وای وای قد زند قامت زند اینقدر اینو خسرت چه؟ وای دخترکی سفیدکی بقچه نامتان چشموی من یک نگاه قطعی به شما عاشق شدم عزیزم. میبخشید نامتان چی جانم؟ نامتان نمیگفتیم ارستم جان نگویید که عالی من با استعدادی نطق شما کف میکوبم. در حقیقت شما میتوانید که نقش خود رو بچون چرا با سطحی بلند اجرا کنید. تشکر قهرمان جان. و سوال دیگر قهرمان جان حجو خنده انمی طبع انسان ها رو خوش کردن فکر میکنم که عمری آدم رو دراز میکنند و شما میتونید که انمی تماشابینان ما از غریبی ما رو تماشا میکنن از هر کنج و کنار کشور تماشا میکنن با یک لطیفه حجوی خندانید. نه که پیشکی گوید که خندانده میتواند یا نه؟ کی؟ وقتی من خندیدم همگی میخندن. شما نخندید ما خنده میگیره و شما خندید با میخندم ما. بله نه واقعا شما پیش میخندم. مرحمت میشنوید. خیلی لطیفه گفتید این برنامه ما بی لطیفه هم نمیشه. بله همین یک اویله به خوراک شما بس هم اشتگی بوده است و تلفن یکی آواز میمونه سبشی نمیبود که درینگ کرده سبشی نمیبود و این مردک میگره دو که همه از جای قلعه میدونید کجا یا وانه یا وای حجت خانم همه حاجت خانه میدرازه هم تو تلفن و اس ام اس میکشود که اونجا نزدیک که جانم من شما یاد کردم کی بابا میخوریم من پزمان شدم شما گفته همونجا اومده پیامک اومده کی نوشته است؟ پلیس داخل همونجا پیامک اومده. این مرد کم حیران شده گفته در اب نوشتن که حاضر من فرصت گپ زدن ندارم که خودم با فرصت شد خودم چه بگم میذارم گفته اینا فرستادم حتی اول از حاجت خانه برو که زنشون برام ساده ها مردک چاکر گشتی خیلی زنک دست تو حاجت خانه رو ندارم می ها وای منو بینید مردک حاجت خانه میدارید می گربه میدارید می و تلفن منو مانده دارید گفته وای تلفن ینده بوده توی تشکر بسیار یک فهمیدم که وای تلفن خودش رو پرپوتت کرده است. دیدید خب و این خودش هم گیرم گفته این زنش کرد زنش با من خود قپیده است چون جنگ کرد زد است کرد. تشکر قهرمان جان از همه لحظه تلخترین زندگیتان رو میتونید قصه کنید؟ چگونه زندگی می شود من پیش از اویله دار شدم بسیار خود با خودم فکر میکردم بعضی زیق پیش نم که من اویله دار شوم
فرزندان به دنیا آیند چه خیلی باید سالم میشد قدش پس میشد قدش بلد میشد همین چیزا رو فکر میکردم که با دنیا فرزندای نیک سالمه خدا با من نصیب از اون باشه گفته میگشتم خیلی شکر میکنم که من فرزندای سالم دارم. با همسرتون چند مرتبه خواستگاری فرستاده؟ راستش بگید. با همسرم همین 3 بار میفکرم 3 بار راضی شدن یا که اول خیش تبارش نه نگیر خیلی گپ هم بود؟ نه خیلی نگیر و خیلی گپ نبود پروسته من اویلم همون محلی خودم با همسایه بود یکدیگر رو بسیار نزد میشناختیم از اویلی یکدیگر خبردار بودیم مثلا اویلی ما نزد میشناختیم من این بهار نزد میشناختم خیلی معقول کردم چیکارم دختراشون میدادن فنا زندگی کردیم هر با یک لحظه دیگر همین هست که رستم جان مادرم بر وقت از این حیات رفته بودم. چی گپ شد؟ بیمار بودم خیلی عمرشون چی کوتاهی کرد و یک چی کنم یک فوجعه عظیم از سر خود گذرانده. من حالم خود به خودم فکر می‌کردم که من خیلی مثل اویله دار می‌شدیم فرزندای نیک می‌آوردم به دنیا یک افسوس مادرم این فرزندای من ندیده من همین جهتم ذکر میشه بعضی شما مادرتون رو دوست می‌داشتید؟ بله بسیار دوست می‌داشتم مادرم هر گاهی به خونه پدر و مادر بید و اون اتاقی که مادرتون می‌نشستن می‌دارد؟ هر باری که همه خانه پدرم بروم اما از دروازه که خانه هستم تو خودم فکر میکنم که از پیشم مادرم دویده برام داشتن که فرزندم از شهر آمد از کار آمد آتیقش بود دویده برام و با آغوش میگرفتن حالم چون هر بار روم حالم به مادرم میگیرم خیلی مادر رو کی دوست نمیدونم مادر است. امروز مادرانی که زنده هستند و فرزندانی که به قدرشون نمیرسند چی گفتن میخواهید؟ من گفتنیم که کن مادر پدر رو احترام کنم و قدرشون رسن در زنده بودنشون مهربانی کنن قدر کنن بعدی رفتن هیچ دیگر فایده نیست. قهرمان جان شما گوید که در عائله شما فرزندان پدر همه عظیم جثه هستند یا که مثل شما خردک کم هستند؟ همه عظیم جثه هستند تنهاشون اکاهم اپاهم همش کلام اگر در وقتش توبت جدی میکردن شما هم خطتون بلند میشد؟ نه این نکن توبت نه این چی بگم این بعد تولد نیده این من چی بگم مادرزاد میگم از مادرم تولد شدم من خیلی و سوز توبت افتاد و ممکن بعد تولد اگر یکم چی شده باشه تا خیلی بیمار شده باشه ممکن توبت شه لیکن من این خداداد اما مادرم تولد شده که من مادرزاد میگم این وی کار خدا میگم مادر برای شما غمگین میشدن؟ مادرم برای من غمگین بعضی چی میکردن که بچه‌ام دیگر همسایه‌هاش دیدم بعد ذکر نشده که آینده چی میشد میگفتم ممکن نه که خیلی وای نمیکردم من مادرم خرسند میشدن هر باری که همین تلویزیون به من برآمد میکردم یا دیوانجو من توی پویا رفتم یا دیده میمودن یا همین برنامه‌های ما تماشا میکردن خرسند میشدن بزرگ تماشا میکردن که فرزند من امروز مثلا نرمال شخصا کار میکنه در تئاتر کار میکنه و خرسند میشدن و هر باری که برنامه نشاری خود جمع برگزار میگردید پدرم مادرم و برادرم آمده تماشا میکردن و امروز یکی از تماشابینان همیشگی شما در این عالم نیست که این مادرم قهرمان جان میگذاریم به یک نمیخوایم که باز ته پرسی کرده زخمای دل شما نمک باشه سوالای کوتاه هست و شما باید جواب گردید یکمینش خنده قهقه میخندید می مرغ خنده میکنید
اعتبار مورد که من خندی سوز کنم من. شما را که خندیدید؟ یا گیره بود موقع خنده. ای دیگه سوالی ما گریه کنید. گیریه خیلی برنامه است. هم میگیرم تو هم میخندم. قهرمان جان آرام شد، گریه نکنید، گریه نکنید. با تا صبح شما را کی خواب میداره؟ من حالی دادم به شما میگم که من برنامه شما جیغ زدن و گیریان کردم. چون دادم شما میزنم گوشتان کنچه کرده میگیرم. سوم سوالی ما نقشی سامبوسا پزه که با اطرافیان میگه که بوی سامبوسه ارزان داره. کنه ساموسه گرم و داغ بیایه گوشت ریزه گوشت قیمه همه شده اکا جون بین بای اینو خورید که این هم چیگوید دهانتون با حلوا باره اب شده میبرده این خودتون نمیخورید این هم تو کنده کرده میبرد مرا گرید عزا خوز اتمر کرده گرم و داغ گرید اوی خوردگی مزه میکند نخوردگی جزه میکند کنه برای شما همین دوتاش بسیم گرم کن برید مادر میخورن خرسا میشن برید همسر تو میخورن خرسا میشن گرید پیش گرید نفری که اگر از اون راه میگذرد خوب نخوب اگر خوی شما اومده سامبوسه میخورد باور میکنه بله. قهرمان جان این بود یک برنامه بسیار هم آزاد و گشاد و همین چی میگن با قبل که ما توانستیم که هر چیزی در دلمون بود آشکارا بیان سازیم و شما در آخر برنامه تماشابین فعال ما چی گفتن میخواید چی تمنی داره؟ در آخر تمنیات من همین که من پیش از ما از شما ندارم که من در این برنامه کانال مهرپرو دعوت کردید این به فکرم دویمین بار که در این کانال اشتراک دارم پس از 3 سال پس از 3 سال خیلی به همون آبونچه کانال مهرپرو گفتنی هستم که بگذار همین کانال با آبونه شوم همین لایک موندن گیرم با مخلصان خدا گفتنی هستم که صحتمند و سربلند باشن دائما زنده و سلامت باشن از لبانشون خنده دور نباشد فقط خرسند باشن. تشکر زیاد که شما دعوت ما رو پذیرفتید مهمانی ما شده و ما از این دعوت بسیار می‌نداریم. تماشاگران عزیز تنسیت و خاطرجم و نکونام بمانید. باز برنامه‌های دیگری ما در نوبت هستند. تنسیت باشید.